بسم الله الرحمن الرحیم. من میخوام توضیح بدم. ما یه طرحی داریم به نام طرح ملی مهر آستان که در حقیقت اینه که طرح تعالی خانواده به عنوان مهر آستان اسمش گذاشته میشه. اشاره هم به حضرت علی ابن موسی رضا داره. ماجرا اینه که ما در گردشگری ممکنه که یه وقتی خود گردشگری برای ما یک اصل و مهم باشه و برای ما ارزشمندی باشه، از اون گردشگری به حالا شاخه‌های متفاوت ممکنه گرایش داشته باشیم. مثل حتما دیدیم مثل کسایی که میگن مثلا هنر برای هنر، یا صرفا دوست دارن کار اقتصادی بکنن، از یک کار اقتصادی به یک مثلا شاخه فروشندگی، از اون شاخه فروشندگی به یک عمده فروش یا یک خرده فروشی، از اون خرده فروش به یک مثلا فروشگاهی بسنده میکنن. یعنی گاهی وقتا مسیر ورود از این سمته، ولی نه، گاهی وقتا مسیر ورود اینه که ما یک دغدغه از جنس تعالی داشتیم و موضوع گردشگری رو انتخاب کردیم. ما از این سمت وارد شدیم. طرح چیه؟ طرح تعالی خانواده که محتوای طرح تعالی خانواده اینه که میگه آقا صرف ارتباط با حضرت علی ابن موسی رضا در جهت تحکیم، تثبیت و ترمیم خانواده میتونه مؤثر باشه، ولو اینکه اون کسی که اونجا حضور پیدا میکنه از اتفاق ارزش افزوده محتوای خاصی هم بهره مند نشه. ما چه موضوعی میگیم؟ این که میگیم که اگر در طرح تعالی خانواده ما صرف ارتباط با حضرت علی ابن موسی رضا و همچنین ممکنه حالا آستانهای مقدس ائمه اطهار هم بخواد تکمیلی بر این اتفاق باشه، ولی خود این مؤثره. حالا این نوع ورودی که ما از یک اتفاق فرهنگی داشتیم به گردشگری برای ما یک ظرفیت بزرگی رو باز کرده. یعنی شاید ما خودمونم فکر نمی کردیم که این ابعاد رو داشته باشه و این اتفاقاتی که پیرامون گردشگری میتونه رقم بخوره رو داشته باشیم. حالا ما به صورت ویژه الان اومدیم مثلا چیکار کردیم؟ یه نکته که من قبل از همه توضیحاتم بدم اینه که ما توی فضای گردشگری یک چیزی رو، حالا ما چون قبلا تجربیات شبه استارتاپی توی گردشگری داشتیم، اونجا یک چیزی رو تجربه کردیم. اونم این بود که شما اگر بخواهید در موضوع گردشگری یا در موضوعاتی مشابه این که از جنس زیرساخت نیاز داره، باید هزینه‌های سنگین بکنید. یعنی باید برید بگید که من الان میخوام وارد مثلا یک سفر برفرض، حالا مثلا ایدمون این باشه بگیم که آقا من میخوام سفرهای سالم، سفرهای حلال، سفرهای رویداد محور یا چیزهای مشابه این، سفرهای کودک محور، مادر کودک محور میخوام در ایران پایه‌گذاری بکنم، یا مثلا میخوام یه کسب و کاری توی این فضا را بندازم، یا موارد ایده های مشابه این که ایده های خردی در یک گوشه‌ای از گردشگری یا جهانگردی هست، میخوام اینو انتخاب بکنم. این نیاز به یک سری زیرساخت داره. این زیرساخته چیه؟ اینه که من باید مثلا حالا یکی اون تصوراتی که از زیرساخت داریم، یکی حالا واقعیت اون زیرساخته‌ای که باید داشته باشیم. مثلا تصوراتمون چیه؟ میگیم آقا اگر من یه بومگردی داشتم خیلی خوب میشد، اگر یه دونه مثلا یه واگن قطار واسه ما بود که دیگه عالی میشد، اگه یه دونه اتوبوس داشتیم که مسافرامون راحت میآوردیم که چقدر بهتر. اونجا میبرم ای کاش یه 5-6 تا ماشین آفرودی داشتم که بچه‌ها رو خوب میچرخوند، مخاطبین منو خوب میچرخوند. کاش یه چند تا تحصیلگر کودک داشتم کنار مثلا تیم خودم که از اونها استفاده میکردم. اینا یک حالا تصورات غیر واقعیه که ما تو کار داریم. یه بخشش هم اینه که آقا نه، اساسا یه بخشی از زیرساخت واقعی نیاز هست، اما همون هم نیاز به یک خرجی داره، نیاز به یک سرمایه‌ای داره. اون سرمایه چیه؟ اینه که کف کار اینه که من باید یه پیج اطلاع رسانی خوب داشته باشم دیگه. کفش اینه که باید بتونم تبلیغ بکنم دیگه، باید بتونم شبکه‌ها رو پیدا بکنم، یا نه اصلا تلفنمو بردارم بگم آقا من دارم همچین مدل رویدادی، همچین مدل سفری، همچین مدل تفریحی رو برپا میکنم. دوست عزیز، فامیل عزیز، آشنای عزیز، تو هم بیا شرکت بکن. همین مستلزم گذاشتن یک وقتی که لزوماً به درآمد منجر نمیشه در همون اول. این یک اتفاقیه که در خاکخوری گردشگری برای افرادی که دغدغه‌های فرهنگی در گردشگری دارن وجود داره. یعنی چی؟
من دغدغه دارم که یک اتفاق خوب در گردشگری داشته باشم، اما چون اون هزینه اولیه‌اش مستلزم یک هزینه اولیه یا یک سری زیرساخت یا به اصطلاح اسپانسر یا مثلا یه تیم خوب هست، این باعث میشه که من نتونم خاکخوری کنم و صرفا صحبت میکنیم، مثلا میگیم چقدر خوبه که ما بتونیم سفرهای اینچنینی رو برگزار بکنیم و چقدر خوب میشه که ما سفرهای اونچنینی رو برگزار میکردیم. همش به این ماجرا ختم میشه چون به اون خاکخوریه نمیرسه. این اتفاق طرح تعالی خانواده یا همین مهر آستان وقتی با سفر ترکیب شد، این ماجرای خاکخوری رو برای ما حل کرد که یعنی همین الانش هم بعد از چند ماه از شروع مدل جدید پروژه مهر آستان یا حالا تقریباً هولوش 7-8 ماه از مدل ابتدایی طرح مهر آستان که گذشته، ما هنوز داریم یاد میگیریم. یعنی همین شاید هر روز ما یک چالش جدیدی، یک اتفاق جدیدی داریم که تا وقتی خاکخوری نمی‌کردیم فایده نداشت. حالا من این مقدمه رو نگه می‌دارم، یک توضیح راجع به مهر آستان میدم، بعد دوباره برمیگردم به ادامه این صحبت‌ها. طرح تعالی خانواده یا همون مهر آستان میگه که آقا، خیلی بخوام فارسی راحت رو بگم، میگه که آقا من میخوام سفر رو برای خانواده هایی که میخوان مشهد برن راحت بکنم. چرا؟ چون صرف ارتباط خانواده ها با امام رضا منجر به حالا اون کسی که در موقعیت تحکیم قرار داشته باشه تحکیم، اون کسی که در موقعیت تثبیت باشه تثبیت، و اون کسی که در موقعیت نیاز به ترمیم داشته باشه ترمیم خانواده رو ممکن میکنه. من چیکار کنم؟ بیام این رو براش ساده بکنم. از کجا شروع کنم؟ بالاخره سفر یه بخش حمل و نقل، یه بخش اسکانه، یه بخش برنامه ریزیه، یه بخش هزینه‌های مالی، موضوعات مربوط به مسائل مالیش میشه. گفتم آقا چیکار بکنیم؟ خب ما بیایم در وهله اول روی اقامتگاه دست بذاریم. یه گشتیم توی مشهد، اقامتگاه‌های خوبی رو نظر کردیم و گفتیم حالا بین این اقامتگاه‌های خوب ما روی کدوما دست بذاریم. مثلا از بین چه میدونم 50 تا 60 تا 70 تا اقامتگاه گفتیم که حالا از هتل گرفته تا مجتمع اقامتی فرهنگی گرفته تا مهمانسرا و هتل آپارتمان، همه رو نگاه کردیم. هر چی که احساس کردیم ارزش دیدن داره نگاه کردیم. گفتیم خب اونی که انتخاب کردیم رفتیم حالا گارانتی کردیم، هتل رو گارانتی کردیم، 25 تا مثلا اتاق توی مجتمع اقامتی فرهنگی امام رضا گارانتی کردیم، یه چیزی هولوش همین تعداد هم یا یه قدری بیشتر توی هتل ذاکر. بعد گفتیم که خب حالا بیایم چیکار کنیم؟ بیایم به صورت ویژه روی یکی از گروه‌های های ریسک طلاق با ریسک بالای طلاق، یعنی همونجوری شاید اطلاع داشته باشی که متاسفانه بیشترین معمولاً طلاق‌ها در سال اول رخ میدن. خب این یکی از اتفاقات ناگواریه که در یک مجموعه از اقشار ازدواج داره این اتفاق رخ میده. یعنی بگیم که بیایم چیکار بکنیم؟ بیایم برای این نوزوجها یا حالا همون زوجهایی که در مثلا 5 سال اول زندگیشون قرار دارن یک سفر مشهد به خصوص فراهم بکنیم که بگیم آقا یه سفر مشابه ماحصل بشه. حالا ممکنه برای یک کسی ماحصل باشه، ممکنه برای کسی ماحصل نباشه، اما یک سفر خوب باشه. این سفر سه تا خصوصیت داشته باشه. یک، اقتصادی باشه، یعنی همون ارزان که برای خانواده ها فراهم می‌کردیم. 2، قسطی. دومی که جذاب باشه و سومی که دارای ارزش افزوده باشه. مدت زمان سفرم که اومدیم برنامه‌ریزی کردیم که آقا در حد همون 4 روز و 3 شب باشه، یعنی با توجه به روزی که میرسن و روزی که تشریف میبرن. خب هتل ها هم که مبتنی بر تعداد شب هستن، یعنی من الان در 3 شب یعنی اولا میشه 4 روز دیگه. خب 2 تا هتل هم به صورت جدی همین الان داریم باشون فعالیت میکنیم. یه دونه هتل مجتمع اقامتی امام رضاست، یه دونه هم هتل ذاکره. حالا ما این سفر رو یه چیزی هولوش، شاید حالا چیزی که من تا الان شمارش داشتم یه چیزی شاید هولوش 1000 و مثلا بیش از 1000 زوج ما آوردیم از استانهای متفاوت، که اتفاقا ما که حالا خودمون در تهران هم مستقریم از استانهای متفاوت هم آوردیم. یعنی از تهران شاید تا الان ما زوج نبردیم، اگر اومده تک و توک کسی اومده، ولی بیشتر مثلا استانهای مثل یزد و مثل قزوین و همدان و استانهای دیگه‌ای که حالا الان به ذهنم نمیرسه، ما اومدیم این زوجها رو آوردیم به مشهد. این سفر سعی کردیم چه خصوصیاتی داشته باشه. ببینید این
قسطی بودن سفر کمک میکنه به اون زوج که بتونه در اول زندگیش یه خاطره ای داشته باشه. خب حالا ما راجع به اون همین امروز که یک صحبتی بود در رابطه با سفر تعالی بخش، گردشگری تعالی بخش، ایشون چه میفرمودن؟ میگفتن که سفر مثلا باید حلال باشه، سفر باید داره یک ارزشی باشه. اما یک مقوله وجود داره، اینه که ماها اصلا نتونستیم برای مخاطبینمون مدلی از سفر جذاب رو تعریف بکنیم، مدلی از اون سفر رو بسازیم. ببینید ما یکی از معضلاتی که الان در سفر تو ایران داریم اینه که مسیر سفر شاید وجود نداره. این مسیر سفر که دارم میگم شامل به اصطلاح پلنینگ سفر هم میشه، ولی نه فقط پلنینگ سفر. ببینید ما الان ممکنه بتونیم یک مسیر سفره، یعنی یک پلن سفره، ببخشید از این کلمه پلن استفاده میکنم، نه اینکه بخوام فارسی رو در نظر نگیرم، اینه که چون این اصطلاح وجود داره بین افرادی که حالا با گردشگری آشنان و میدونن منظور من از پلنینگ چیه. پلنینگ اینه که همون کاری که مثل سایت سفرزون انجام میده، به شما میگه من 3 روز میخوام برم یه جایی، برای من یه برنامه سفر بچین که من بعد چیکار بکنم. این مسیر سفر ممکنه که یه بخشیش همین موضوع به اصطلاح برنامه ریزی سفر، یعنی پلنینگ سفر باشه. یه بخش جدی ترش اینه که میخوام بگم که این برنامه سفری که ما مثلا ممکنه از کرمانشاه به یزد، یک سفری که از کرمانشاه به یزد باشه و برای این 4 روزی که من مثلا در رفت آمدم 2 شبم در یزد مثلا اسکان دارم و بعدش برمیگردم دوباره کرمانشاه، این برنامه وجود داشته باشه اما در این مسیری وجود نداشته باشه. این مسیر اشاره به اون محتوای سفر داره، یعنی این که هم باید اون محتوای با اون برنامه بخونه و هم متناسب با محتواهایی که در اون موقعیت‌های مکانی وجود داره ما باید برنامه ریزی بکنیم. و آیا اصلا خبر داریم که در اون شهرهای مابین کرمانشاه و همدان چه خبره؟ چه اتفاقات تاریخی و چه اتفاقات فرهنگی در حال حاضر، حتی در حال رقم خوردن اشخاصی که اونجا بزرگ بودن و آشنایی با آنها منجر به رشد شخصیتی من میشه، چقدر من با این آشنام. این باید در رابطه با هر شهر ما، هر نقطه ارزشمند ما به نظر من رخ بده. یعنی ما باید بگیم که ما همین الان مشهد میخوایم بریم، من یک سوال میپرسم شاید براتون جالب باشه، این که آیا مشهد اسلامی تره در موقعیت های گردشگری خودش یا مثلا شهری مثل یزد؟ شاید ما مثلا خب میگیم حضرت علی بن موسی رضا خب دیگه اونجا پایگاه معنوی ایران شده و واقعا هم همینطوره ها، یعنی مقوله این نیست، ولی در معماری، در روح شهر واقعا اینه که مثلا شهری مثل یزد شاید خیلی اسلامی تره. حالا یزدی هم اعلام حضور میکنن، ولی واقعیتش هم اینه که به نظر من در اون موقعیت یزد که قرار میگیریم اینه که شهری مثل یزد خیلی اسلامی تره. چرا؟ چون روح قناعت، روح توحیدی، روح ساده زیستی در اون شهر واقعیتش اومده نشون داده. میگه حتی اگر پولدار هستی، حتی اگر ثروتمندی، دیوارت با دیوار خونه بغلی که شاید نصف خونه تو باشه نباید فرق کنه و دارای یک زیست بومه. ای کاش میشد در همین یزد ما یک به اصطلاح یک تابع ریاضی رو به ذهنتون بیارید که یک fxی و ما یک xی ورودی بود و یک fxی خروجی بود. ما ای کاش میشد در هر شهرمون این x های ورودی که میومد داخل fx یک fx خروجی می بود. ای کاش ما میشد همه جا اینو بسازیم. این اتفاق هر جای ایران به یک نحوی داره رخ میده ها، ولی کامل نیست. ممکنه در یه بخشی اینو داره رقم میزنه، در همه بخش‌ها رقم نمیزنه. حالا این اون موقعیتیه که ما الان به عنوان یک طراحی سفر برای زوجهای جوانمون نیاز داریم و بعد براشون رقم بزنیم.